سلام کوچولوهای هنرمندم. امروز قراره با نیم دایره ها کلی چیزای بامزه بکشیم. بریم ببینیم چطور میشه باهاشون نقاشی کشید. نیم دایره اولو یه لوستر کشیدم. نیم دایره بعدی رو یه چتر خوشگل کشیدیم. بچه‌ها ویدیوهای اول رو یادتون میاد؟ ما تو ویدیوهای اول با کلی درای مختلف یه عالمه دایره کشیدیم. حالا من با یکی از همون درا اومدم نیم دایره‌مو رو کشیدم. خب پس با هم یاد گرفتیم با همون درایی که ما دایره کشیدیم نیم دایره هم میتونیم بکشیم. نیم دایره بعدی رو یه قارچ باهاش کشیدم. مداد رنگیاتون رو بیارین که نقاشیمون رو با هم رنگش کنیم. برای خوشگل تر شدن نقاشیمون دورش رو با ماژیک یا روان نویس پررنگ میکنیم. این نیم دایره میخواد تبدیل بشه به یه فنجون قهوه. بچه‌ها سعی کنین برای شروع نقاشیتون از خطوط خیلی کمرنگ شروع کنین نقاشیتون کشیدن که اگر خراب شد یا خطی رو اشتباه کشیدین به راحتی بتونین پاکش کنین. فکر میکنی نیم دایره بعدی رو چی میخوام بکشم؟ آفرین، یه برش هندونه. و آخرین نیم دایرمونم تبدیل شد به یه لیموی خیلی ترش خوشمزه. بریم که با همین خوراکی‌های خوشمزه رو با هم رنگشون کنیم. اگه از این ویدیو خوشت اومد روزنگوله بزن تا نقاشی‌های بعدی رو از دست ندی. منتظر نقاشی‌های خوشگلتون هستم. حتما برام بفرستیشون. عالی بود. تو امروز با نیم دایره ها کلی نقاشی جادویی ساختی. و حتما برام کامنت کن که با نیم دایره ها چه چیزای دیگه ای کشیدی.
برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب داشته باش و زنگوله رو روشن کن. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی.